استاد یک سوال بود اویدی همین نماز سنت. همین نماز بفرمایید. سنت اگر امکانیت نباشد در وقتی کار گویم بعضا روزها می شود که همین سنتی نماز شام یا پیشین دیر خونیم بعد از نماز گذاشتن پیش از خفتن همین وقتا. بله، وقتی که مثلا در جای کار فقط امکانیت برای خواندن فرض هست، مثلا شما در این صورت فرض را میخونید، سنت را آمده در خانه میخونید و یا در راه هستید مثلا و سنت را نشسته خواندن هم اجازت است. اما فرض را باید کسی که قدرت دارد باید راست ایستاده خواند. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت را قضا کردند. وقتی که مادر مومنین ها پرسیدند که یا رسول این چی نمازی بود که شما این وقت را این نماز نمیگذاشتید، گفتند که این سنتی نماز پیشین بود. امروز مهمان ها آمدند، همراهی آنها مشغول شدم از این 2 رکعت و حالا خوانده ایستادم. و این دلالت میکند که سنت را قضا خوانده می شود.